شیطان تا الی یوم وقت معلوم فرصت خواست، خیر الی یوم یبعثون فرصت خواست، گفت تا روز قیامت هم فرصت بده. خدا گفت الی یوم وقت معلوم. آیه قرآن گفت یه روز معلوم بهت فرصت میدم. تایید نکرد. پس قبل قیامت یه اتفاقی باید میکنه بیفته که بعد از اون ابلیس فرصت نداره. این چه نکته‌ای است؟ آزاده گردن میزنه. این نتیجه بشریته، این نتیجه انسانیت میخواد همینجا به منصه ظهور بشه. بعد از اون روی زمین بهشت درست کنه. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظر. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظر. نماد یک کسی که نیروی انسانی که برای امام زمان داره کار میکنه عزیز دل من نماد عبودیت باشه. هر چه به امام زمان نزدیکتر میشه طرف باید نمازش قشنگتر بشه. باید سجده هاش طولانی تر بشه. کسانی که کار مهدوی میکنن باید نماد صداقت باشن. فلذا نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنن؟ مرگ او را نزدیک. یعنی کیا؟ کسی که میخوان فرج رو نزدیک کنن، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن. برنامه داره واسه